به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع می‌کنیم. تا 7 خانه آنورتر، نویسنده صابر ابر هستش. این کتاب بسیار زیباست. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب متفاوت و جذاب رو با همدیگه کشفش کنیم. این کتاب سهمی از نسلی بی تکرار را نمایندگی می کند. تقدیم می شود به 2 دست، به مادرم و پدرم، به تمام مادران و پدران، تمام 2 نفره هایی که با هم تعریف می شوند، تمام آنهایی که از نبود آن دیگری که همه کس بود نفسشان کوتاه شد، تمام آنهایی که بلدن و بلد بودند دل ببندند و دل بدهند به آن یک نفر که باید. این کتاب در سال 1397 توسط نشر اینجا در تهران به چاپ اولش رسیده. این کتاب رو آقای صابر ابر به 2 زبان انگلیسی و فارسی نوشتن و ترجمه متن‌ها رو به زبان انگلیسی خانم صنم کنانتری و مانا دهناد انجام دادن. متن‌هایی که در ابتدای هر فصلی نوشته شده کار آقای شهروز نظری، لیلی گلستان و صابر ابر هستش. این کتاب خیلی زیباست. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب رو با همدیگه ورق بزنیم. آدم چه دیر میفهمد. من چه دیر فهمیدم که انسان یعنی اجالتاً. ایران مادرهای خوب دارد و غذاهای خوشمزه و روشنفکران بد و دشت‌های دلپذیر. همین از نامه سهراب سپهری به احمدرضا احمدی. و تشکری شده در ابتدای کتاب از عوامل تولید این کتاب و فهرست زیبایی رو از غذاها و نوشته هایی که در ابتدای متن به شما گفتم خانم لیلی گلستان، آقای شهروز نظری و آقای صابر ابر نوشتن شروع شده. لطفاً با من همراه باشید. پختن و خیانت، نوشته آقای شهروز نظری هستش. سینی غذا به پرده نقاشی زیبایی شباهت دارد، نوشته رولان بارت. آشپزی در وضعیتی 2 قطبی شکل می‌گیرد، میان وفاداری به طعم و ذائقه‌ای در گذشته و نیز ابداع در زمان حال. آشپز در وضعیتی که مؤلف نیست میبایست خودش را ابراز کند. آشپزی شبیه ترجمه است، نوعی آزادی در بازتولید وفادارانه. آشپز قرار است غذایی را بازسازی کند که پیش از آن نیز حیثیت داشته و او تنها به آن تجسم و سامان دوباره میبخشد. در این بازتولید اما فرصت خیانت نهفته است. کار آشپز از همان لحظه خیانت به آن اصل اولیه آغاز می شود. آنجایی که او خودش را مقید به دخالت در معیار اولیه می بیند. ولی آیا هیچ کس می تواند آن اصالت ابتدایی را مخدوش کند؟ هیچ کس نمی تواند. جوهره اصلی غذاها به دلیل ارتباطات پیچیده‌شان با فرهنگ غیر قابل تغییر باقی مانده است. اینکه آشپزی چه نسبتی با فرهنگ دارد موضوع اصلی این یادداشت به نوعی همراستا با رفتاری است که خود کتاب حاضر در عمل نیز پیش گرفته است. هرچند هم اصلی صابر ابر در ظاهر این چنینی به نظر نمی آید. ابر برای پرداختن به این کتاب بارها و بارها به نحوه تدارک و به طریقه پختن و بیشتر از آن واکنش آشپز در خلال آشپزی نگاه کرده و از آنها خواسته در زمان پخت و پز کل ماجرا را برای او و ما توضیح بدهند و این اتفاقات را در مجموعه فیلم‌هایی ثبت کرده است. بعد از دیدن نسخه‌های اولیه این فیلم‌ها آنچه بیش از خود غذاها توجه مرا جلب کرد رفتار آشپزی است.
در همین حین بود که به تفاوت عمل گفتاری هر آشپز با آشپز دیگر پی بردم. عمل گفتاری دعوتی است که فرد در آن از طریق طرح یک سوژه به بازشناسی خودش می‌پردازد. گویی آشپز به واسطه قرار گرفتن هدفمند در آشپزخانه برای نخستین بار در هیئت اصیل خود فرهنگیش قرار می‌گیرد تا از تجربه شخصی سخن بگوید. تجاربی که بدور از قرائت فمینیستی یا فرودستی نزد بینندهشان درباره خود واقعی آنها حرف میزند. لکن آنچه از این فیلم ها استنتاج می شود محدود به این شکل نمادین نمی ماند و متعاقباً این مستندات به یک راه حل عملی برای ثبت فرهنگ خانواده ایرانی خارج از گفتمانهای مسلط نیز منتهی شده است. همه می‌دانیم در کشوری مثل ایران ورود به عرصه خانه و بستر خصوصی افراد کار چندان ممکنی نیست. ما از اتمسفر آشپزخانه‌ها، لباس آشپزها، گویش آشپز، لوازم و ادوات پخت و پز به گوشه‌هایی از زندگی معاصر ایرانی سر زده‌ایم که فرصت شناختشان طی چند دهه اخیر فراهم نشده بود. آشپزی در دوران ما به گونه‌ای فراگیر به نخبه‌گرایی پهلو می‌زند. ژست ستاره‌های آشپزی امروز یادآور رویکرد و برخوردی است که نقاشان در دهه 80 میلادی، موزیسین‌ها در دهه 70 و نویسندگان در دهه 60 میلادی در قبال مسئله فرهنگ به عهده گرفته بودند. آنها فرهنگ را خارج از ایدئولوژی یا هنجار موضوعی مرتبط با انسان می‌دیدند. مادر بزرگ آشپز در این فیلم ها نیز با مرکز زدایی، شالوده شکنی و اشاعه ایده هایی درباره زندگی، رانده شدگی و انزوای مادر بزرگ ها را به مرکز توجه بازگردانده و به سیطره هژمونیک مردان شیک در آموزش عمومی آشپزی ایران پایان دادند. این آشپزها تصویری را از خودشان بازسازی کردند که طی دهه‌ها به عنوان انجام وظیفه هیچ عاملیتی در آن نداشتند و از رهگذر این نقش تازه هویت اجتماعی خود را به ما می‌نمایانند. از چنین منظری است که آشپزی همچون اندیشیدن درباره انسان شکلی جدی از مطالعات فرهنگی به خود می‌گیرد. مطالعات فرهنگی به مثابه نوعی زبان برای تحلیل و شناخت فرهنگ معاصر، دارای قواعد، محدودیت‌ها و امکانات خاص خود است و مانند هر زبانی در بستر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خاص شکل می‌گیرد. در نتیجه به ویژگی‌های مشترک یک گروه یا جامعه یا ملت منتهی می‌شود. الگوهای ناخودآگاه و عمیق که هسته عملکرد و رفتار و خاطره را شکل می‌دهند. همین نظام پیچیده است که تحریزی ذهنی ما را پدید می‌آورد. فرهنگ در این تلقی مانند سیستم عامل ذهن عمل می‌کند. بهتر است پیش از آن که به ماهیت فرهنگی غذا بپردازیم، به این نکته بازگردیم که وقتی درباره گستره غذای ایرانی حرف می‌زنیم، دقیقاً درباره ثغور جغرافیایی مشخصی مکالمه می‌کنیم. البته من نمی‌دونم که تلفظ دقیق ثغور هستش یا چیز دیگه است. همانندی غذاها در ایران، افغانستان، تاجیکستان، گرجستان، جمهوری آذربایجان، عراق، ارمنستان، ترکیه و بسیاری از کشورهای عربی مؤید شکلی از یکپارچگی در بخش‌هایی از غرب آسیا، قفقاز جنوبی و شمال افریقا است. تن واحدی که در گفتمان سیاسی با عنوان خاورمیانه یا بحران بزرگ از همگسیختگی مواجه است. اما از منظر فرهنگ آنچنان در هم تنیده شده که تفکیک آن غیر میسر به نظر می آید. لوی استراوس در اسطوره و معنا می گوید
اگر یک پدیده به کرات و در اشکال متفاوت دوباره و دوباره ظاهر شود، نمیتوان گفت که کاملا بی‌معنا و پوچ است، وگرنه مجددا ظاهر نمیشد. از آنجایی که یک گونه از غذا توانسته به انواع مختلف و ترکیبات متعدد در میان اقوام و ملت‌ها در یک جغرافیای وسیع تکرار شود و هر بار خودش را با قومیت و در زیست بوم منطبق نماید، تأکیدی است بر آنکه حامل شکلی از حکمت، معرفت و ذهنیت فرهنگی است. دانشی که هرچند برای ما ناشناخته است ولی قاعدتاً ادراکات ثابتی را در میان این ملت‌ها نمایندگی می‌کند. مشکل از آنجای آغاز می‌شود که ما صرفاً با دیدن و چشیدن غذاها دانسته‌های زیادی درباره انضمامات پیرامونی آن خوردنی‌ها پیدا نمی‌کنیم. هیوم در شناخت-شناسی هنر معتقد است هنر را نمی‌توان به اعتبار خودش فهمید، بایستی آن را در یک عنصر در روند فراگیر سازگاری میان جهان و انسان دانست. این الگوی شناختی را می‌شود در مطالعه غذاها نیز تعمیم داد، در این معنا که غذاها به اشکال مختلف در یک حوزه مشخص جغرافیایی ظاهر شدند تا نسبت آن انسان‌ها را با اتمسفری که در آن زیست می‌کنند به ما نمایش بدهند. از طرف این مسئله غیر قابل انکار است که در هر غذا میان مزه و ربط آن با خاطره یک رابطه ارگانیک وجود دارد، ولی این مسئله نیز مجدداً میبایست مد نظر باشد که ما از طریق مشاهده عینی با چشایی این غذاها به فهم مشخصی دست نمی‌یابیم. در نتیجه از طریق تجربه شناختی در پدیداری این غذاهاست که به دانش‌هایی درباره آنها خواهیم رسید. پیشنهاد من این است که برای شناختن غذاها به مزه آنها اعتماد نکنیم. قضاوت ذائقه ما محدود به حس چشایی یا بینایی نمی‌ماند. بخش عمده طعم و مزه‌ها در رویا و خیال ساخته می‌شود. در واقع غذاهای امروزی حتی لذیذترین آنها نمی‌توانند به نسخه اصلی و آرمانی آن غذا نزدیک باقی مانده باشند. همچنان که همه ما غذای دستپخت مادرمان را در شکل اوتوپیایی آن خارج از وفاداری به اصل غذا واجد بزرگترین ذوق‌ها و مطلوب‌ترین مزه‌ها می‌دانیم. مقصود ما از غذای مادرپز برای آنچه در چشیدن می‌گنجد متعین شده است. پس در غذا آنچه بر هر دستور پختی اولویت دارد مطلوبیت غذا و انطباق آن با رویاست و مطلوب در غذا بسته به تحریک ذوقی است که خاطره آن خوردنی ایجاد می‌کند. و جالب این است که معنای ماهوی کلمه ذوق از ریشه ذائقه و چشیدن و تجربه حواس مشتق می‌شود. برای روشن‌تر شدن مقصود معنای خود غذا خارج از معانی عرفی آن را در نظر بگیریم. در تلقی عرفی از غذا در کتاب‌های آشپزی شکلی از محاکات و پختن و خوردن به مثابه دوکسا تجویز می‌شود. دوکسایی که به اعتقاد وارد معنای ساختگی را به جای حقایق معرفی می‌کند. آن کتاب‌ها می‌کوشند این اصل را به ما تلقین کنند که فرمول تغذیه‌ای یا رسیپی نسخه‌های قابل تقلید هستند که می‌شود آنها را به راحتی آموخت. کتاب‌های غذا به دلیل همین نگاه‌های عملکردیشان تقلیل‌گرا هستند. زیرا غذا را به عنوان پدیده عاطفی، خدایین، پیچیده و فرهنگی به نسخه‌های ساده، مصرفی و بی اهمیت می‌کاهند که تنها کارکرد آنها با تولید مقلدانه از یک نسخه اصل در گذشته است. خوردنی‌ها ماحصل نوعی از اندیشیدن، محصول نوعی از اقلیم، برآمده از ترکیبات قومی و بخش لاینکفی از هویت فرهنگی هستند.
هویتی که در ادوار مختلف تاریخ دچار دگردیسی، تلفیق و تطورات بسیار شده، اما نهایتاً از خلال آن با تغییراتی بیرون آمده است. صورتی که لزوماً در چارچوب دستکاری دستور پخت‌ها یا دخالت‌های ذائقه‌ای رخ نمی‌دهد. برای مثال، یونیفرم کردن ایران با هدف یکپارچگی و با ابراز مدرنیسم توسط اولین پادشاه پهلوی به صورتبندی مشخصی از ایران مدرن منتهی شد. پهلوی‌ها برای بازنمایی ایران مدرن نیاز به مجموعه مشترکی از رفتارهای تازه داشتند. در این مخیله آدم متمدن به شکل مشخصی لباس می‌پوشید، در خانه‌های متفاوت با گذشته سکنا گزیده بود و البته از خوردنی‌های معینی تغذیه می‌کرد. در این منوی تازه از خوردنی‌ها، غذاهایی که فصل مشترک قومی داشتند به عنوان سرنمون غذای مدرن ایرانی معرفی شدند. این خوردنی‌ها به جای نشان دادن تنوع قومی و ذائقه‌ای تابع الگوی ثابتی از مشترکات یک ملت چند قومی بودند. فهرست محدود این غذاها امروز همان‌هایی است که به عنوان رژیم اصلی غذا در ایران مصرف روزانه دارند و البته با این کار بخش اعظمی از خوردنی‌های ملی ایرانیان و گنجینه خوراکی فرهنگ‌های محروسه در آن در سایه مدرنیسم ایرانی به فراموشی سپرده شد. جان کلام در این نکته است که چگونه خوراک و غذا به عنوان هویت حاضر اما خاموش می‌تواند مبنای جستجوی ما درباره خودمان باشد. خاموش در این معنا که چرا نکوشیده ایم اهمیت غذا را به عنوان بخشی از هویت همانند دیگر اشکال فرهنگ عامه و سنت شفاهی احیا کنیم. فیلسوفان فرهنگ معتقدند که فرهنگ مجموعه‌ای از پیوندهایی است که بخش اعظم آن پنهانی شکل گرفته و به حیات خود ادامه داده است و در نتیجه از مسیر عینی موجود در مناسبات و پدیده‌های اکنونی مخفی مانده است. اینان با این حال برای شناختی فرهنگ گذشته کاوی را پیشنهاد کاملی نمی‌دانند. با همین استدلال خوردنی‌ها راه و روش پخت و پز آنها، الگوی تغذیه‌ای و هر آنچه به عنوان سنت غذا می‌شناسیم از یک نقطه مکان زمانی مشخص از گذشته به ما ارث نرسیده است. آنها همچون خاطرات بخش غیرقابل اجتنابی از زمان حال هستند و چون گذشته آنها همان حال اکنونی آنهاست، قاعدتاً نسبت به آنها تحسری نیز وجود ندارد. گئورگ زیمل معتقد است که مادامی که تجربه قبلی ما در ما به صورت خاطره به حیات خود ادامه می‌دهد، نه به عنوان محتوای بدون پیوند با نقطه‌ای در زمان، بلکه در پیوند با آگاهی ما با موقعیت زمانندش یکسره به معلول تبدیل نمی‌شود. قلمرو زندگی حال بالفعل بدون منعی به درون این گذشته گسترش پیدا می‌کند. غذا در صورت فرهنگی خود چنین نسبتی با زمان تعریف می‌کند، کما اینکه دارای این ویژگی نیز هست که تغییرات امروزین خود را نه به عنوان تحول و تطوری در گذشته که به عنوان واقعیت پیش موجود به بخشی از تاریخ خود نیز افزوده است. به همین دلیل تاریخ غذا همیشه تاریخ تکوینی است. به طور مثال، تصور اینکه تا عصر ناصری حدود 150 سال قبل گوجه فرنگی و رب گوجه نقشی در غذای ایرانی بازی نمی‌کرده و عملاً حضورش در دستور پخت ایرانی مثل آبگوش یا انواع خورش‌ها حضوری اجنبی نمی‌تواند به درک ما از ذائقه ایرانی پیش از قاجار کمک چندانی کند. زیرا استفاده از مزه و طعم غذای ایرانی در قرن 20 ماحصل متغیرهایی است که بنیاد اصلی غذا را دگرگون نمی‌کند. اما انکار تفاوت نیز در آن غیر قابل انکار است.
فرهنگ شناسی در اصل جستجو برای یافتن عناصر نامتغیر هر فرهنگ در میان تفاوت‌ها و دگرگونی قابل تغییر در آن فرهنگ است. این عناصر لایتغیر فرهنگی به چه کار می‌آیند؟ جلال ستاری در مجموعه مقالات هویت ملی و هویت فرهنگی به نکته‌ای قابل اعتنایی رسیده. او می‌گوید در دولت صفوی احیای وحدت ملی بر مبنای تعریف هویت ملی ایران استوار شد. یعنی برای وحدت ملی معنای فرهنگی قائل شدند. در واقع برای رسیدن به یک مفهوم جامع از ایرانیت میبایست معنای فرهنگی ایران را دانست. ستاری بر این اعتقاد است که هرچند در ظاهر میان هویت ملی و هویت فرهنگی تفاوتی نیست، اما با این حال هویت ملی اکثراً چون ابزاری برای تحکیم وحدت سیاسی به کار می‌رود، در حالی که برخلاف آن و به عنوان جوهره ذاتی یک ملت، هویت فرهنگی رکن رکین و مایه قوام و دوام قوم و ملت است. این هویت‌های فرهنگی با تبدیل شدن به حافظه ملی متضمن حفظ وحدت و یکپارچگی هستند. آنچه دورکیم آن را ایدئولوژی و از آن به عنوان سازوکار درونی روح ملی یاد می‌کند، در واقع کتاب‌های غذا با این تعبیر ماهیت ایدئولوژی پیدا می‌کنند. آنها با نامرئی کردن ورطه‌ای که تجربه تاریخ معاصر را از خاطره به ارث رسیده جدا می‌کند، با وانمود کردن به اینکه هیچ چیز تغییر نکرده است، وضع موجود را توجیه می‌کنند. خب این مطلب تموم شد. میریم سراغ مطلب من مادر بزرگم که نوشته لیلی گلستان هستش. بعد از ظهر تابستان روی تخت دراز کشیدم. 2 تقه به در میخورد و رضا بدو خودش را میاندازد روی تخت و میرود زیر ملافه‌ام و پای لختش را به پای لختم میچسباند و میپرسد این کتاب را برایم میخوانی؟ تمام وجودم میشود عشق. حس میکنم خوشبخت‌ترین زن روی زمینم. شروع میکنم به خواندن. دوست دارم صدایم را بالا و پایین ببرم و با هیجان بخوانم. بازی را شروع میکنم انگار دارم نمایشنامه ای را در رادیو اجرا میکنم یا روی صحنه‌ام. چه کیفی میکند او و چه کیفی میکنم من. یاد ننه فاطمه دایه‌ام میافتم که وقتی مامان و بابا میرفتن مهمانی که هفته دست کم 6 شبش نبودن و ما در صحرای تاریک و خلوت محله در روز تنها میماندیم و فقط صدای سگ‌های ولگرد بود و سوزه شغال و جیرجیر جیرجیرک‌ها. ننه فاطمه برای اینکه نترسیم هر شب برای من و کاوه قصه بزبز قندی را میگفت و وقتی به آقا گرگه میرسید که در خانه را میزد صدایش را کلفت و ترسناک میکرد و میگفت منم بزبز قندی. حالا من هم شده بودم ننه فاطمه. وقتی همسن و سالهای خودم را میبینم که مثل من مادر بزرگ شده‌اند متوجه میشوم که رفتارم مثل آنها نیست. آنها سنتی ترند. مادر بزرگی نیستم که مدام قربان صدقه دست و پای بلورین نوه‌ام بروم و هر کاری بکند جیکم در نیاید و به تمام کارهای ناروایش بخندم. مثل یک آدم بزرگ با او رفتار میکنم. دوست ندارم دوست شود. دوست دارم حواسش جمع رفتار و کردارش باشد. هر آنچه را که بخواهد برایش نمیخرم، حتی اگر بغض مصلحتی کند و اشک مصلحتی بریزد و حقیق مصلحتیش را نیم ساعتی ادامه دهد. وقتی آرام میگیرد دلیل نخریدنم را برایش میگویم و او هم به آرامی و با لبخند مصلحتی میپذیرد. آرتیست خوبی است، اما نمیداند مادر بزرگش آرتیست بهتری است. وقتی برمیگردم به گذشته‌های دور تازه متوجه میشوم که این تفاوت‌ها از کجا میآید. یادم میآید 8 سالم بود و با آقا جون پدرم بعد از نهار که زرش پلو با مرغ بود جناق شکستیم.
و تمام روز خیلی حواسم جمع بود که نبازم. تا عصر شد و در یک لحظه چیزی را از دستش گرفتم و به قهقه گفت یاد من تو را فراموش، و دنیا از این باخت روی سرم خراب شد. یکی از دوستان پدرم گفت خجالت نمی‌کشی از یک بچه میبری؟ خب میگذاشتی او از تو ببرد. پدر بزرگم گفت این یک آدم بزرگ است که با من جناق شکسته و نباید گولش بزنم. و با شنیدن این حرف عشقم به آقا جون دوچندان شد و دیگر خودم را شکست خورده حس نکردم. آدم بزرگی بودم. یا بامزه است که من خاله ای از خودم 20 روز کوچکتر دارم. یعنی مامانم و مامانش با هم حامله بودند. و این در نزد خیلی از خانواده‌های سنتی قبیح بود، ولی در خانواده ما نه. یا دوستانم که به خانه من می آمدن از رفتار پدر و مادرم که با هم شوخی می کردن یا همدیگر را در آغوش می گرفتن کلی حیرت می کردن و همیشه دوست داشتن به خانه ما بیایند و این صحنه ها را که در خانه خودشان نمی دیدن ببینن و در مدرسه برای همدیگر با آب و تاب تعریف می کردن. همین رفتارها و همین طرز تفکر متفاوت و متجدد تفاوت را به وجود آورد. خانم جون مادر پدرم وقتی از شیراز می آمد همیشه جز برنامه‌اش این بود که برایمان کلم پلوی شیرازی درست کند. من که 9 سالم بود می شدم مأمور خرید سبزیجات و می رفتم میدان هدایت و کلم قمری و سبزیهای معطر، ریحان و مرزه و ترخون و گشنیز می خریدم. پاکشان می کردم و می دادم دست ننه فاطمه که سبزیها را ساتوری کند. اما مسئولیت باریک بریدن کلم قمری و سرخ کردن آن فقط با خانم جون بود. مسئولیت مالش دادن گوش شخ کرده با دارچین و زردچوبه فراوان هم با من بود و قلقلی کردن و سرخ کردنش هم با ننه فاطمه. خانه از بوی خوش سبزیها و دارچین پر می شد. وقتی پلو را سر میز می آوردیم خانم جون می گفت دستپخت لیلی خانم را بخورید. هنوز کلم پلوی شیرازی را از هر غذایی بهتر درست می کنم. دهانم آب افتاد. یا خانم جون دیگرم مادرم که متخصص پختن تاس کباب بود. پختن تاس کباب تشریفات مخصوص خودش را داشت. من و 2 خاله‌ام یکی 2 سال بزرگتر و یکی 20 روز کوچکتر و دستهای خانم جون بودیم. با چه ظرافتی گوشها را ورقه می‌کرد و لایه لایه گوشت، پیاز حلقه، سیب زمینی، هویج، بادمجان حلقه شده، فلفل دلمه‌ای به صورت نوار پهن، آلو بخارا، گوجه برقانی، برگه زردآلو را روی هم می‌چیدیم و آخر سر رو به گوجه رقیق شده را رویش می‌ریختیم. البته روی هر لایه زردچوبه و دارچین و کمی نمک و فلفل می‌پاشیدیم و می‌گذاشتیم آرام آرام بپزد. 3-4 ساعت باید می‌پخت و هنوز هم این تاس کباب به قول فرانسوی‌ها شوشوی غذاهای من است. اما من شیوه خاص خودم را دارم. یک روز قبل اینها را در قابلمه روی هم می‌چینم و می‌گذارم و در یخچال بمانند تا مواد با هم آشنا شوند و یکدیگر را درک کنند. یک روز این تاس کباب را با نوه 7 ساله‌ام درست کردم و کلی او را به کار کشیدم. آنقدر به هیجان آمده بود که از آن وقتا به حال وقتی از او میپرسیم بزرگ شدی میخواهی چه کاره شوی؟ میگوید آشپز. تازگی هم به خودش ارتقاء مقام داده و میگوید سرآشپز. با هم آشپزی کردیم، کتابخانه‌ام را مرتب کردیم، خانه را گردگیری کردیم، با هم شنا کردیم و مسابقه هم دادیم و من هم به شیوه آقا جون برنده شدم. برای هم قصه هایی از تخیل خودمان گفتیم که عجب تخیل دارد او. فوتبال هم بازی کردیم. گل کوچیک با هم خرید رفتیم و بعضی از بسته ها را او میگیرد تا ببریم خانه. گاهی خیال بازی میکنیم و با هم یک قصه میبافیم و هرچه فرشته و دیو و غول و اجنه هست را همراه تام و جری و انگری برد میگذاریم توی قصه امان و قشقش میخندیم از ته دل. رابطه امان رابطه سرراست و بی کج و کولگی و بی ریاست. رابطه امان هم مزه کلم پلو میدهد، هم مزه کاغذ کتاب، هم مزه کارتون انگری برد، هم مزه تاس کباب یا بوی دارچین.
هم مزه بستنی یخی سبز رنگ، هم مزه کتاب مورد علاقهش بیسکوی سبزانگشتی، هم مزه مجله نبات و هم مزه شهر کتاب کارنامه در نیاوران. البته قسمت اسباب بازی‌هایش. و از همه بیشتر رابطه امان مزه یک عشق ناب و پاک و شفاف را می‌دهد. عشق به زلالی آب خنک رودخانه، عشقی آغشته به بوی پونه کنار جوی آب، عشقی به شفافی چهچهه بلبل در ساعت 4 صبح. اما نوشته بعدی مال آقای صبر هستش. می دل ترا تنگ بسته، چه خبرا داری؟ آمان ناری؟ البته نمیدونم که درست خوندم یا نه، ولی خب چون با لهجه بود دیگه خود آقای صابر ابر خواهم بخشید. موهایش را حنا می‌کرد. لابلای فارسی حرف زدنها کلی کلمه بود که با آنها میرفت تا لشت نشاب و بر میگشت. متولد آنجا بود، ما بین رشت و انزلی، یک دهات کوچک. کمی فارسی حرف میزد و خیلی وقتها شروع که میکرد به درد دل انگار یادش میرفت که بین فارسی و گیلکی حرف زدن 1000 فاصله است. من و سحر و سامان هم یاد گرفته بودیم. گلی نامش بود، گلی خانم، گلی خانم، مامان گلی، گلی جان. نقاش غذا بود. آخرین جمعه سال عجیبترین روز سال بود. به تعداد فرزندان و نوه‌ها غذاهایی برای نامشان و به نامشان: فسنجون سهیلا، پلومک شهلا، ترشتره صابر، باقالی قاتق سحر، ماهیشور مهداد، کتلت رضا. و هر کس هر جا بود آن روز آنجا بود. خانه مامان گلی. کف آشپزخانه پر بود از کاسه‌های رنگی، ادویه‌های سخت به نام پسران فامیل ساییده می‌شد و ادویه‌های نرم با اسم دخترهای فامیل در قابلمه جان می‌گرفت. هر دو دست روی هم پونه‌ها پودر می‌شوند به اسم دخترها: مهسا و سحر و مونا و مارال و فرزانه و شهلا و سهیلا و ملی و مهری و مرجان. انبرها لای آن گردو می‌شکنند با اسم پسرها: مهداد و منوچهر و رضا و سامان و امیر و سیامک و صابر. شاید یادم از مادر بزرگ پدری مامان ایران خیلی کمتر باشد. او هم در جان من جا دارد. اما مامان گلی برای تمام روزهایی که کنارش خوابیدم، زیر چادرش سرما را گرم کردم، کف دستانش را بو کردم، چشمهایی را که بوسیدم، لبهایی که در دوران مریضی برایش با دستمال سفید تر کردم، برای تمام لباسهایش که یک بار می پوشید، برای تمام روزهایی که رژ لب قرمز مکه‌ای را روی لبانش سر میداد، برای تمام کلماتی که اشتباهی می گفت، برای گریه‌هایش، برای غم‌هایش، برای درد دستش، برای شکم قلمبه‌اش، برای صابون برگردون حمامش، برای موهای سرخش، برای خوابهای آرامش، برای خوابهای ظهرش، برای آشپزخانه‌اش، برای گمج سبزش، برای آن آبکش پلاستیکی سرخ در یخچال که همیشه سبزی خوردن داشت، برای نمکدانی که یک بز 2 تیکه بود و میگفت نمک و برکت در شکم بزی خوابیده، برای رقصیدن‌های بدون ریتمش با رادیو، برای پا برهنه باغچه آب دادن‌هایش، برای جواب سلام دادن‌هایش که به جای علیکم میگفت انیکم، برای نان‌هایی که زیر چادرش گرم میماند و لقمه میشد و تمام روز من را میساخت. خلاصه کنم دلم برایش تنگ شده. رفت نیست، اما عجب سهمی در من داشت و دارد. خب دیگه زمان به من اجازه نمیده که بیشتر از این کتاب زیبا رو برای شما بخونم، اما اولین غذایی که ایشون توضیح دادن محلقا سرخ‌فرد یا مامانی، میگفتن من عقد پیازم دیگه نمیسوخت چشمشون.
و سرگنجشکی برای قصه بعدی هستش که زمان به من اجازه نمیده برای شما بخونم. این کتاب بسیار زیباست، اومده انواع غذاهای مادر بزرگ‌های ایران رو در همه نقاط ایران رو توضیح داده و از هر کدوم غذایی رو گفته و با لهجه خودشون نوشته. اگر از این کتاب و محتویاتش خوشتون میاد حتما برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. کتاب بسیار ارزشمندی هستش. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.